جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. قرارداد ساخت فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خوافرات به امضا رسید. در حضورداشت محترم مولا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، قرارداد ساخت فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خوافرات امروز 9 ماه حمل سال 1403 خورشیدی میان اداره خط آهن افغانستان و شرکت گاما گروپ به امضا رسید. فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خوافرات 47 کیلومتر طول دارد که هزینه مجموعی آن به 53 میلیون دلار می رسد. قرار است که تا حدود 2 سال دیگر کار این پروژه به صورت معیاری تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. این آخرین قسمت پروژه راه آهن خوافرات است که از رباط پریان آغاز و به میدان هوایی بین المللی هرات و به شهرک صنعتی این ولایت می رسد. با تکمیل این فاز پروژه اتصال منطقه‌ای خوافرات افغانستان به بنادر مهم دریایی ایران وصل و از طریق شبکه راه آهن ترکیه به اروپا خواهد رسید. علاوه بر این با عبور از خاک افغانستان زمینه برای افزایش سطح انتقال اموال تجارتی بین آسیای مرکزی و جنوبی را نیز فراهم می کند. گفتنی است که با اعمار این پروژه امکان تمدید شبکه خط آهن در ولایات فراه، نیمروز، هلمند و قندهار فراهم می شود. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. هر الویشت خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم.